من نوسته هستم. متاسفانه مایکل همینجور احمقه و نمیتونه بره. مایکل برو نمیری برو. حالا درست شد. قرار شد تا 5 دقیقه ویدیو بگم و من 6 دقیقه خورده یه چیزه هست. حالا این دفعه تا 5 دقیقه استاپش میکنم. یا خدا انفجار داشت دوش میتونم همین ویدیو خوبه. مایکل عمشو خورده. به به ماشین بدون سقف. مرده مگه سری زمینه در میاره. ایوال ولی بید تو تونله. این تونله را تو کجا ادامه داره. من دیگه قهرم مایکل خودش هرش میخواستی بودی. من اومدم مایکل. اتوبوس نه پی 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 بیا پایین بیا. کجا میره؟ ای بابا حدسم درست بود. این ماشین رو بردارم برای یادگاری. آره بردار راحت باش. شاشو بشکن تا هوا بخوری. آها ماموریت چیه؟ باید برم اونجای ماشین رو ببرنی بدوزم. اوپس خدا شد که برخور نکردم. بیگی یه شد نیدم. یه کلتی برم دوله بکم تو سنه. پشت خونه یک نفر آدم پولداری به نام افه. آره افه وقتی به من میگم مایکل تو در رفتی. اینجوری خیلی شروع شده. What do you think you're doing to my bar? Come on! Come on, motherfucker! Come on! بیا اینجا. Come on! What is this bullshit? You're fucking dead! بابا تا این راهی بود مایکل. دقت خوبه مایکل. فقط اینجا گند بزن مایکل. کار کردی با خودت. چیکار کردی با مایکل با کردی با زهرم. آخ مرتی که من به تو پول دادم که بری بارتون از بالا سر بگیری بعد بری اومد. ای چوسی زندگی واقعا حسبیه. زبون مسئله میگه که هر که باد از برف بیشتر آهنگش بیشتر امت بیشتر. بریم مایکل همینجور جند بزن بالا بیار.
بوق نمیزنه. آبو خواهد کله فواله شد. البته دوستان ما تا این ویدیو تا اینجا برگزار میکنیم. امیدوارم پارت سوم مایکل هم حتما براتون میذارم و حتما به ولاگ هم براتون میذارم. این چیزی هست لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کامنت هم میخونم، هر کامنت دوست داشتید بزنید، هر چیزی که گفتین رو براتون انجام میدم. هر کاراکتری که دوست داشتین یا کاراکتر مردم جی تی وی باشه یا استوری دیگه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار. بدرود.